ایران پر از رازهایی است که هنوزم دانشمندان نتوانستند پاسخ آنها را پیدا کنند. امروز با هم 3 مورد از این رازهای حل نشده را مرور می‌کنیم. راز اول، تخت جمشید و آتش‌سوزی مرموز. تخت جمشید نماد شکوه هخامنشیان روزگاری در آتش سوخت، اما هنوز معلوم نیست چه کسی یا چه حادثه‌ای باعث این آتش سوزی شد. آیا کار اسکندر بود یا یک حادثه مرموز تاریخی؟ پاسخ دقیقش هنوز در حالی از ابهام قرار دارد. دوم، کوروش بزرگ، بنیانگذار امپراتوری هخامنشی گفته می شود گنجینه عظیم و با ارزش داشته است، اما هیچ اثری از این گنجینه پیدا نشده و سرنوشت آن یکی از براهی چشم روی اسکلت‌ها نشان می‌دهد این تمدن باستانی از فناوری پزشکی پیشرفته‌ای برخوردار بوده، اما هیچ توضیح قطعی وجود ندارد که این دانش از کجا آمده یا چگونه به وجود آمده است. و رازهای دیگه باقی مانده است که بعداً توضیح